خسروانی منسوب به خسروان هست و برمیگرده به خسرو پرویز شاه ساسانی و به الهانی گفته میشه که باربد یا باربد آهنگساز و نوازنده چیره دست دوره ساسانی اونها رو ابداع و نواخته. ادوارد براون معتقده که بالغ بر 360 خسروانی یا دستان باربدی خاص میهمانی‌های روزانه شاه توسط باربد ساخته شده بوده و برای هر روز یک خسروانی. در تعداد این خسروانی‌ها تحقیقات بعدی نشون میده که 7 تا خسروانی داشتیم که برای 7 روز هفته بوده و بعدها اوفی در لباب الالباب میاره که اینها 7 دستگاه خاص شاهان بوده، یعنی 7 خسروانی 7 مجموعه کامل تری بوده که بعد 30 لحن و 360 دستان در دل اونها جا می گرفته. 30 لحن برای 30 روز ماه و 360 دستان هم به تبع 360 روز سال. کسانی که این شمارش رو تایید کردن مسعودی، ثعالبی، اوفی، خواجه نصیرالدین طوسی و کریستین سن هست. خسروانی رو میتونیم نمونه کهن کلام شعرگونه پارسی قدیم بدونیم که در وزن غیر عروضی مثل شعر کهن پارسی ساخته و اجرا می شده. اما اینکه بی وزنه میتونیم بگیم نادرسته. وزن درش هست ولی وزنش عروضی نیست. باز ادوارد براون انگلیسی به وجود وزنی خاص در خسروانی ها اشاره داره، یا شمس قیس خسروانی ها رو داره نثری خاص میدونه که یک وزن دارن و خواجه نصیرالدین طوسی در معیار الاشعار برای خسروانی ها قائل به وزن هست. چون خسروانی ها با اینکه عاری از وزن عروضی بودن ولی دارای نوعی وزن و حالت پیچیده تر وزنهای عروضی هستند که به اونها میگیم وزن غیر حقیقی یا مجازی و دانشمندان مختلف نظر واحدی در مورد وزن غیر حقیقی یا مجازی در شعر کهن پارسی دارن. ابن سینا هم وقتی میاد از وزنهای موصل و مفصل به معنی فاصله دار و موصل به معنی وصل به هم یاد میکنه، معتقده که بسیاری از مردم بعد از آشنایی با عروض عرب چون با اون مأنوس شدن خسروانیات رو بدون وزن میشناسن، در صورتی که خسروانیات از الحان موصل به حساب میاد و میشه گفت همه الحان کهن پارسی از جمله خسروانی ها ایقاع موصل درشون به کار رفته. وقتی وزن موصل باشه تمام ایقاعات مفصل رو انگار شامل میشه. بنابراین همیشه تعداد خسروانی ها و وزن اونها در تمام متون ادبی مورد بررسی قرار گرفته و ملک الشعرای بهار در جلد 2 سبک شناسی از همین خسروانیات نمونه هایی ارائه کرده و معتقده که برخلاف عقیده بسیاری از سرایندگان عرب خسروانیات نثر مسجع نیست و دارای وزن به خصوص هست. در کتاب المحاسن نوشته بیهقی از خسروانی به نام یک شاعر یا موسیقیدان نام میبره که به نظر میاد این غیر دقیق باشه، چون ابوطاهر خسروانی بین زمان رودکی و فردوسی زندگی میکرد و از شاعرای قدیم خراسانی بود و متخلص بود به خسروانی و همچنین در لباب الالباب نام شاعری یاد میشه در دوره سامانی که به نام خسروانی تخلص میکرده و ملک الشعرای بهار میگه که در قدیم سرودهای خسروانی بوده که نوعی از سرود به حساب می اومده و میشه گفت اولین نوع ترکیب موسیقی و کلام
برمیگرده به همون خسروانی ها و میتونیم خسروانی ها رو حالا به قول بعضی خسروانیات، که البته به نظر من این ترکیب غلطه چون خسروانی فارسی هست، به الف و ت عربی نباید اون رو بچسبونیم، ولیکن خسروانی ها نخستین سرودهای پارسی هستند و خسروانی خوانی از قدیم رایج بوده برای پادشاهان، موبدان و نگهبانان آتشکده ها اینها خونده می شده و احتمالاً با گادهای مذهبی زرتشتیان میتونیم اونها رو بی ارتباط ندونیم. نظامی هم از الحان باربدی و خسروانی ها سخن گفته در خسرو شیرین خودش و وحید دستگردی نظامی شناس بزرگ معتقده که در اشعار نظامی 31 لحن موجوده و 31مین اونها خسروانی هست. همچنین از خسروانی به عنوان دایره یا گام در موسیقی استفاده شده، مثل 8 خسروانی عهد بهرام پنجم ساسانی که همونطور که گفتیم مثل دستگاه یا گام یک همچین شخصیتی انگار داشته، 7 خسروانی یا 8 خسروانی. اما امروزه خسروانی نام گوشه‌ای هست در دستگاه ماهور، همچنین در راستپنجگاه و ترک هم اومده و البته در تحقیقاتی که من انجام دادم در بسیاری از دستگاه‌های دیگه هم این خسروانی دیده میشه، نه حالا به نام خسروانی ولی اون فیگور اصلی خسروانی تکرار میشه و البته من اون رو نوعی فرم در موسیقی میدونم که میتونیم ما با استفاده از این فرم در جای جای ردیف و در هر دستگاهی که هستیم این ملودی رو بست بدیم و بداهه پردازی کنیم روش. خسروانیات یا همون خسروانی ها مجموعه الحان خسروانی بودند که نخستین نمونه پیوند موسیقی کلام به حساب میان و خسروانی خوانی در دوره کیانی بسیار رایج بوده و مربوط به گادها بوده و به قول مسعودی ادامه خسروانیات میشه 7 دستگاه که بعد از اسلام شده الطرق یا الطرق الملوکیه. این خسروانیات به صورت دست جمعی هم اجرا می شده و میتونیم بگیم که ما در دوران ساسانی گروه کور هم داشتیم، گروه همخوانان، سرودخوانان که به صورت رسمی اجرا میکردن و معمولا سراینده به تنهایی جمله اول رو ادا میکرده و خوانندگان و جمع سرایندگان اون رو تکرار میکردند. زننده بدان سرو برداشت رود، همان ساخته خسروانی سرود از فردوسی. و یا حافظ میگه مغنی کجایی به گلبانگ رود، به یاد آوران خسروانی سرود. خسروانی رو میتونیم بگیم یه همچین حالتی داره، سو 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 فا میره. یعنی وقتی ما یه همچین فیگوری رو در هر جای ردیف تکرار کنیم به صورت دا 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 دام 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 دام، یا بعد معتقدن دا دام 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 دا 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 دا، این میشه خسروانی. حالا من میتونم اینو در شور مثلا اجراش کنم و این رو بست بدم. حالت اصلی خسروانی پس همون در ابتدای این گوشه معرفی میشه. دانگ‌هایی که در طول این قطعه استفاده شده: دانگ ماهور سول لا سی دو پرده پرده نیم پرده، دانگ ماهور دو ره می فا پرده پرده نیم پرده و باز دانگ ماهور فا سول لا سی بمول، باز همین هم پرده پرده نیم پرده. کوک که برای تار انتخاب کردیم دو برابر با بی در تیونر، سول دو. ماهور دو هست. خسروانی رو میتونیم شاهدش رو نوت سول در نظر بگیریم که روی نوت ره ایست موقت انجام میده و روی نوت دو ایست کامل. ابتدا یک رو وزخوانی میکنیم. سو 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 سول فا می ره فا 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 می ره دو، سو 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 سول فا می ره فا 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 می ره دو، سو سو سو
سو سو سول فا می سو سو سول فا لا 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 سول فا می سو سو سول فا می ره فا 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 می ره 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 ره می فا سول فا می سول فا می سول فا می سول سول فا می فا سول لا سول لا سول لا سول لا سول لا لاس 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 لا سی لا سول فا سول 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 لا سول فا می فاس 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 فا سول فا می ره می 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 فا می ره دو ره می فره re mi fa mi fa fa mi re re mi fa mi re mi re do re do re do re do rem do mi re fa mi sol fa la sol fa mi re do si la do si la sol la si do re do si rem do si do. ابتدا تم اصلی رو از سول شروع میکنیم. سول 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 فا می ره راست چپ راست راست دراب دراب دراب. همین یه پله میاد عقب‌تر از فا ره فا 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 می ره دو. پس یه بار از سول اومدیم یه بار از فا اومدیم بعد دوباره از سول میگیم سول 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 فا. کوتاه میکنیم تم خسروانی رو تکرارش میکنیم از می به سول می سول سول فا. این بار از می به سول با انگشت دوم حرکت میکنیم می سول سول فا لا لا لا. یه پله بالاتر راست چپ راست راست. همین با دو راب شروع میشن. دو راب چپ راست راست دو راب چپ راست راست سول فا. بعد از می همین کار می سول سول فا می. و از ره فا 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 می ره می راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ ره می ره. روی نوت ره به عنوان نوت ایست موقت قرار میگیریم. بعد با یک جمله به سمت فا میاییم. ره می فا سول فا می. اینجا یک یک حرکت میکنیم. ره می فا سول فا می سول فا می سول فا می راست راست چپ راست راست چپ راست راست چپ سول سول فا. فا رو معرفی میکنه. بعدش میخواد با یک تحریری که من اسمش رو گذاشتم تحریر زیرافکند به سمت زیر حرکت میکنیم و بعد میایم عقب. می فا سول لا سول لا سول لا سول لا 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 سی لا سول فا سول 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 لا سول فا می فاس 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 فا سول فا می ره می ره. اینا فقط به این شکل هستن که از می فا یک دو بعد یک میاد روی سول می فا سول لا سول لا سول لا. حالا اینجا سول لاس 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 لاس. بیشتر تعبیرمون این هست که این تحریر زیرافکنده. البته ما رو به سمت زیر داره میاره. لاس 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 لا سی لا سول راست چپ راست چپ. از فا همین تکرار میشه. فا سول 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 لا سول فا راست چپ راست چپ می فاس 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 فاس. همین یک پله داره میاد عقب. فا سول فا می ره می ره. بعد پنج مویه رو داریم. دو ره می فره که پنج مویه بر وزن مفاعیلون هست. می اول تبدیل دو نوت شده به جای اینکه بگه مثلا ره می فره می. حالا با یه عجله میگه دو ره می فره می مفاعیلون. بعد میایم میگیم ره می فا می راست راست چپ راست راست چپ فاس فا می ره. اشاره به سول داریم. فاس فا می ره راست چپ راست راست ره می ر. اشاره به ره فا می ره می ر راست چپ راست راست چپ راست چپ راست راست می ره راست راست چپ دو ره دو ره دو ره دو ره راست راست چپ راست راست چپ راست راست چپ دو رم دو. با یک گذر برشو یعنی میگیم می ره فا می سول فا. و بعد تحریر مقطع رو داریم چون به حالت مقطع میاد عقب بهش تحریر مقطع میتونیم بگیم. شبیه به تحریر عدل. تحریر عدل به این شکل بود. دا 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 دا
که راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ، ولی این مقطع گونه میاد. لا سوفا میره، نوعی تحریر نشیبم به حساب میاد چون ما رو داره به سمت بم میاره. راست چپ راست 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 چپ راست راست. پس تا سول اومد. لا سوفا می ره فا میره دو سی ره دو سی لا سول. و بعد جمله پایانی سول لا سی دو ره دو سی ره دو سی دو راست چپ راست 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 چپ راست راست راست. و نهایتا میبینیم که روی دو فروده کامل رو انجام دادیم. البته در جمله بندی قبلی هم روی دو بیست کرده بودیم.